درود به همراهان خوب چنل پیکرافت. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید امروز. توی این ویدیو یه آپدیتی که به تازگی توی سرور منتشر شده رو قراره بهتون کامل آموزش بدم که بتونید از سروایول سرور پیکرافت به خوبی و کاملی استفاده کنید. بچه‌ها این ویدیوی آموزشی درباره چست شاپ و فروش آیتم های خودتون با چست شاپه که میتونید این ویدیو رو ببینید تا یکی از ابیلیتی ها و قابلیت هایی که توی سرور ما هست رو ازش استفاده کنید. این دومین ویدیو چنل یوتیوب پیکرافت حساب میشه، پس اگر دوست دارید از این ویدیوها بیشتر بسازیم تا با دنیای سرور پیکرافت بیشتر آشنا بشین، حتما کامنت بذارید و لایک کنید این ویدیو رو. خب دوستان، بی‌معطلی میریم سراغ آموزش و وقتتون رو خیلی نمیگیرم. قبل از هر چیزی یه نکته‌ای رو بهتون بگم که ما برای این کار نیاز به یک چست داریم و همینطور یه ساین. خب اینجا من این چست رو کلیک میکنم، پلیسش میکنم. بعد از اون مثلا آیتم هویج رو میگیرم توی دستم. حتما آیتم باید توی دستم باشه. نگاهم رو به سمت چست میبرم و مینویسم چست شاپ فاصله کرییت فاصله پرایس مقداریه که به ازای هر یه دونه از این آیتم من چه قیمت باشه من مشخص میکنم. مثلا من میذارمش $100 باشه هر یه دونش. اینو زدم و ست شد. الان اتفاقی که افتاده اینه که من هر کروت رو به قیمت $100 گذاشتم. منتها یه متن اینجا نوشته out of stack، یعنی آیتم هویج الان قابل فروش نیست و باید حتما داخلش خودمون هویج بذاریم تا بتونن بقیه پلیرها ازمون بخرنش. من اینو گذاشتم توی این و الان میبینید اینجا پر شد، نوشته 64 تا هویج داریم. الان من بیشترش کنم بیشتر ببینیمش. اینم بذاریم 171 هویج داریم که هر یه دونش $100 فروش میره. چجوری باید بخریمش بچه‌ها؟ وقتی که کلیک راست کنید مشخصات شاپ خودتون رو میتونید ببینید، میتونید قیمت رو مودیفای کنید، میتونید ریفیل کنید آیتم رو، خالی کنید هر چی که داخلشه رو و شاپ مودش رو تغییر بدین. مثلا به حالت باینگش کنید که من مثلا این آیتم رو با این قیمت میخرم، نه اینکه فقط میفروشم. خب حالا چجوری این آیتم رو بخریم؟ الان 171 برای فروش گذاشته. وقتی کلیک راست میکنم مشخصات شاپ هم میاره، ولی اگه کلیک چپ کنم که همون کلیک دمیج دادن به بازیکن‌ها میشه، توی مسیج یه پیغامی برای من میاد که میگه که توی چت بنویس چه مقدار از این آیتم رو میخوای بخری. و من حالا ممکنه پیغام بچه ها عوض هم بشه بعد این ویدیو، اما خب دارم من خود آموزش رو بهتون میدم که در جریان باشید. بعد از اون مثلا من میزنم 5 تا، قطعا باید $500 از من کم کنه و 5 تا از این آیتم رو به من بده. همین کار رو انجام داد، $500 ازم کم شد، 5 تا هویج به هم داد و موجودی شد 166 تا هویج. این بود از این آموزش. منتها یه سری نکاتی رو داره که میشه نکات پایانی که من بهتون توضیح میدم که در جریان باشید. این چست شاپ ها یه محدودیتی برای هر رنکی داره و یه تعداد خاصی رو میتونید داشته باشین. مثلا پلیر معمولی یه دونه میتونه بسازه، کسی که رنک VIP داره 2 تا. همینجوری هی بیشتر میشه. حالا تعدادش رو خودتون میتونید از تو سایت پیکرافت ببینید که چه تعداد برای هر رنک هست. ولی خب اینجوریه که تعداد برای هر رنک متفاوته و محدودیت تعدادی داره یه جورایی و هرچی رنکتون بالاتر باشه چست شاپ بیشتری میتونین بسازین توی خونه خودتون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. یه آموزش کوتاه و مختصری بود که برای بچه‌ها باعث میشه از این آپدیت جدید استفاده کنن. فعلا همگی موفق باشید و دنبال کردن پیکرافت فراموشتون نشه.